کاستماایز شدنش به خاطر همین کرنلش فریه در لینوکس بسیار، حالا باز لینوکس های مختلف شما دورتر یاد میگیرن. اصلا لینوکس هایی داریم که شما دسترسی داری لینوکس تو بسازی مثل پازل، میتونی مثلا آرچ کامپوننت با کامپوننت بگی چی نست. لینوکس هایی مثل جنتو داری که میتونی بگی که آقا اصلا قبل کامپایل شدن چی کامپایل کن که بشه این لینوکس. این تا این حد میتونه کاستوم بشه، سفارشی سازی بشه. یکی دلایلی که هنوز لینوکس همچنان داره توسعه پیدا میکنه، البته همچنان دست فرمون پشت رول خود آقای توروالد نشسته، اما ما مثلا همین هسته لینوکس با زبان سی نوشته شده. برنامه‌ای که با سی نوشته شده حالا الان بگم مفهومش خیلی سخت باز نکنم، یک ایرادی از لحاظ امنیتی بهش وارده، بهش میگیم memory buffer overflow. اینجوریه که من دو سه مثال میزنم کانسپتی درک کنیم. یک چالش اینه، من یه فضایی رو از رم گرفتم، نرم افزارم، آیا بعد که کارم تمام شد اون فضا رو آزاد میکنم در اختیار نرم افزار دیگه قرار بگیره؟ این یک دغدغه است. آیا من میتونم آن لیمیت هی رم رو پر کنم، یه بگم 2 مگ 20 مگ 100 مگ پر میکنم؟ یه چیز خطرناکتر رو بگم، آیا اون فضایی که گرفتم و حالا آزادش کردم یه نرم افزار دیگه بیاد، قبلا روش چیزی نوشتم دیگه، اگه دسترسی پیدا کنه الوکیت شده برای اون، میتونه محتوای قدیمیشو بخونه؟ من نمیخوام با ریکاوری مقایسه کنم چون داریم در مورد دیسک صحبت میکنیم، ولی در دیسک هم همین اتفاق میفته ها. وقتی دیسکو میخوای ریکاوری کنی بهت میگن آیا میخوای ریکاوری کنی روش چیزی ریختی؟ اگه چیزی ریختی ریسکشو تا 90% کاهش میدی. چرا؟ چون انگاری در خونه ها اون سیلندرهای دیسک یه قفلی گذاشتن، وقتی محتوایی رو پاک میکنی حتی شیفت دیلیت کردی اون قفله است که آزاد میشه. یعنی از این به بعد اون هد خوندن نوشتن رسیدی به این خونه حق داری روش چیزی بنویسی. تا دیروز توش چیزی بوده رایت پروتکتد بوده، اینجا حق نداری چیزی بنویسی، میتونی بخونی میتونی بنویسی. وقتی پاک میکنی یعنی اون قفله رو آزاد میکنی. حالا آیا اومدی تو اون خونه چیزی نوشتی؟ اگه نوشتی میتونی ریکاوری کنی یا احتمال خیلی زیاد برمیگرده. اگه نکنی ممکنه مثلا یه فایل عکس 1 مگابایتی برگرده ولی یه ویدیوی 100 مگابایتی به خاطر از بین رفتن 100 کیلوبایتش برنگرده. فایل کراپت شده برگرده، خراب برگرده. میگی مثلا شیفت دیلیت هم مثلا حتی شیفت دیلیت بازم برمیگرده. آره، چون دیلیت که می‌کنی میاد تو ریسایکل بینش همچنان فایل هست. شیفت دیلیت می‌کنی باز هم قابلیت ریکاور شدن از لای دیسک هست. تو شیفت دیلیت قابلیت برگردوندن از سیستم عامل رو حذف می‌کنی. اوکی؟ شما مثلا حالت‌های لا لول فرمت داری که یه جوری دیسک رو فرمت می‌کنه که قابل ریکاور شدن نباشه دیگه. لازم جای حساس دیگه دیسک رو یه جوری ایریز کن که این دیسک فایل محرمانه توش بوده سیستم عاملش در اختیار فردی قرار دادیم به فنا نریم اطلاعات محرمانه. حالا ما داریم دیسک صحبت می‌کنیم، همین کانسپت داره مموری در نظر بگیر. اگر اون فضای مموری آزاد شده یک پردازش دیگری بیاد سراغ اون مموری یه نفر دیگه بیاد، احیانا یه نفر مخربی باشه یه برنامه نوشته باشه بره بگه ببین هیچ کاری نکن، برو فضای قبلی مموری رو بخون، رایت کن توی یه فایلی. این اصلا نوشتنش با سی کاری نداره. یکی از ضعف‌های زبان برنامه‌نویسی سی الان همین قضیه بوده. حالا مثلا یه سری زبان‌های برنامه‌نویسی مثل راست این مشکلات ندارن که الان دارن مثلا در 2-4 سال اخیر مثلا پروژه داریم راست فور لینوکس که راست داره یعنی کرنل لینوکس، این موضوع تاپ دنیاست الان که کرنل لینوکس داره میره به سمت این که با راست کامپتیبل تر بشه بر اساس بیشتر که اصلا ما ریداکس او اس رو داریم، البته که 100% لینوکس نیست ریداکس او اس. حالا در مورد میکروکرنل صحبت میکنیم. is a microkernel complete and general purpose operation system written in Rust created in 2015. ببین نمیگه لینوکس
میگه یونیکس لایکه برای پردازنده‌های گفتم دیگه x86 رو یه از صحبت کردیم. ما پردازنده‌های 32 بیتی داریم، 64 بیتی داریم. 32 بیتی ها رو می‌نویسن x86، 64 بیتی ها رو می‌نویسن x64. 32 بیتی ها نمی‌نویسن x32. به خاطر اینکه نسل اول پردازنده هایی که در دنیا تولید میشد 8086 80 80 286 اینجوری بود. اون ایکس یعنی هر چی قبل 86. تمام اونایی که به 86 ختم میشدن پردازنده های 32 بیتی بودن. معماری اون پردازنده اینجوری بود. در نتیجه 32 بیتی میبینی x86 می‌نویسن. پردازنده هایی که 32 بیتی ان، کامپیوترهایی که حالا اگه 64 بیتی باشی میتونی 64 بیتی هم کار کنی، 32 بیتی هم کار کنی. قاعدتا 64 بیتی بهتر عمل میکنه دیگه. اوکی، همینقدر در این بدون. پس نگار نمیگه ریداکس او اس یه لینوکس، میگه یه یونیکس لایکه. چرا؟ چون اصلا یه کرنل جدیدی نوشته شده. ولی به اصطلاح من دارم علمیشو میگم. به اصطلاح میگن لینوکسیه که چون آقای تورالدس قبول نداره، میگه آقا هنوز کرنل به صورت کامل با راست نوشته نشه. چون داستانی که تو میای ابروش درست کنی چش کور میکنی، تو میای مشکل حل میکنی که هزار مشکل دیگه به وجود بیاری. درسته متن بازه، ولی وقتی میگیم سیستم عامل طراحی کردیم، طراحی سیستم عامل حتی این کار ساده انجام بده. یه سیستم عامل طراحی میکنیم، این قفل از سرانگشت شرکت رو باز و بست کنه. یه پالس کوچیک حداقل 180 تا 200 تابع فانکشن که باید نوشته باشه حداقل. فایل رو باز کن، فایل رو ببند، فایل رو رایت کن، حافظه رو صدا بزن، حافظه رو آزاد کن، درخواست منابع سی پی یو بده. خود اینی که من دارم میگم دوتا نیست، میگه چند تا. یعنی ساده ترین عملیات برای سیستم عاملی حدود 180 تا 200 فرایند رو، حالا اصلا در حوزه تخصصی من نیست که مثلا بخوام خیلی دیتیلش رو بهت بگم، عدد نسبی رو عموما بازی اینجوری میگن که حداقل با تعریف تا یه سیستم عامل از صفر محض میگیم فرام اسکرچ از رو خاک یک سیستم عامل تو طراحی کرده باشی. پس به این سادگی طراحی سیستم عامل امکان‌پذیر نیست. سوا اینکه باید بشین در مورد کانسرن‌های امنیتی و دغدغه‌های اینجوریش فکر کنیم. این بود که ما رسیدیم به یک داستانی به نام حضرت لینوکس. بیایم در مورد اینکه اصلا لینوکس چجوری کار میکنه یه مقداری صحبت کنیم. ما اینجا که کامرامون هم داشته باشیم. خب ببین یک همچین شکلی رو تصور کن، رو بعد در مورد صحبت میکنیم. این هسته لینوکسه، در مورد رینگ ها حرف میزنیم که این در واقع رینگ صفر نوشته ماس پریویلیج بالاترین سطح دسترسی که داره در لایه کرنل انجام میشه. تو در ویندوز به زبان عامیانه میتونی این سه تا لایه اول رو مثال بعد جلوتر صحبت میکنیم رینگ صفر چیه، رینگ دیگه اصلا ذهن تو مشوش نکنی. در ویندوز میتونی نرم‌افزار بنویسی، میتونی درایورهای در سطوح مختلف توسعه بدی، ولی هسته سیستم ها نمیتونی عوض کنی. ولی در لینوکس الان مثال زدم که کلا یه هسته با یه زبان برنامه‌نویسی جدیدی ساختن. حالا بعضیا مثلا وقتی میگیم با راست توسعه دادن، بعضیا در این لایه کار کردن، بعضیا در این لایه، یا بعضیا در درایورهای خیلی حساس‌تر، مثلا درایوری که چه میدونم یو اس بی بشناسه، یا درایوری که کارت گرافیک هندل کنه، چه هر چیز دیگه، یا اینپوت آوتپوت رو هندل کنه، هر کار دیگه، یا مثل همین ریداکس او اس که اصلا کرنلش از ابتدا هست، که اصلا این سیستم عاملی هست بر مبنای زبان دیگه نوشته شده. تو ویندوز هیچ وقت به این مرحله نمیرسی. من هدفم اینه که دید بهت بدم.